به نظر شما چرا بیماری‌های قلبی دیر تشخیص داده میشن؟ آیا به این علته که ما نسبت به علائم بدنیمون بی‌توجهی میکنیم؟ آیا به خاطر اینه که علائم بیماری‌های قلبی با سایر بیماری‌ها اشتباه میشه؟ و یا به خاطر اینه که علائم بیماری‌های قلبی دائمی نیستن و گاهی هست و گاهی نیست؟ مجموعه هر سه تا عامل باعث میشه بیماری‌های قلبی دیر تشخیص داده میشن و مراجعه بیماران رو به پزشک به تعویق میندازه. وقتی که علائم با فعالیت به وجود میاد و در استراحت نیست، وقتی علائمی هست که با مواجهه با سرما یا استرس وجود داره و با استراحت از بین میرن، وقتی علائمی هست که با بیماری‌های تنفسی، استخوانی عضلانی و با بیماری‌های گوارشی اشتباه میشه، باعث میشه که بیمار ما از مراجعه زود هنگام به پزشکش پرهیز کنه و این علائم رو خیلی بهش توجه نشون نده. ما دقیقاً سرفه فعالیتی، تنگی نفس فعالیتی، حتی حملات تنگی نفس در خواب داریم که علتشون بیماری تنفسی نیست، بلکه علتشون بیماری‌های قلبیه. ما دردهای استخوانی عضلانی، دردهای مشابه استخوانی عضلانی در فک تحتانی، دوشونه و دو دست داریم که علتش بیماری‌های قلبیه. ما سوزش سر دل، سوزش پشت جناب، باد گلو داریم که منشأش بیماری‌های گوارشی نیست، بلکه منشأش بیماری‌های قلبیه. حالا اینجا چه نکته‌ای مهمه؟ مهم اینه که در فرد دنبال فاکتورهای خطر قلبی بگردیم. کسانی که سابقه خانوادگی در بستگان درجه یکشون از بیماری قلبی دارن، کسانی که قند خون، چربی خون، فشار خون بالا دارن، کسانی که از مرز سن 45-50 سالگی عبور میکنن، باید حتما به این علائم توجه کافی نشون بدن. کلاً به عنوان یک اصل تمام علائمی که با فعالیت به وجود میاد و بدتر میشه و با استراحت بهتر میشه میتونه منشأ قلبی داشته باشه. بنابراین به سلامتیمون بی‌توجهی نکنیم.